سلام، نادر سلطانپور هستم. محمود احمدی نژاد دقایقی پیش نطق تلویزیونی خود بعد از انتخابات ریاست جمهوری را در شبکه یک تلویزیون ایران شروع کرد. آقای احمدی نژاد گفت با برخوردهای پلیسی مخالف است و در مورد حوادث اخیر به نهادهای مختلف از جمله پلیس تذکر داده. آقای احمدی نژاد همچنین گفت انتخابات ایران آزادترین انتخابات این کشور بوده. همکارم صادق صبا در استودیو با منه. صادق، شما شروع کردی گوش دادن به صحبت‌های آقای احمدی نژاد، چه مسائل دیگری رو مطرح کردند؟ البته همونطور که می‌دونید سخنرانی آقای احمدی نژاد همچنان ادامه داره، ولی خب در ابتدا آقای احمدی نژاد خیلی سعی کرد که بگوید انتخاباتی که برگزار شده که از بهترین انتخابات در ایران بوده و هیچ رأی جابجا نشده و همه چی درست برگزار شده و حتی گفته اونایی که میگویند در انتخابات دستکاری شده هیچ سندی در مورد مخدوش بودن ارائه نکردن. بنابراین اول در مورد انتخابات صحبت کرد که از نظر ایشون بهترین انتخابات بوده. بعد رفت بر سر این موضوع صحبت بکنه که دوران جدیدی میگه در ایران شروع شده بعد از این انتخابات و بعد از سیاست‌های داخلی خودش شروع کرد که در 4 سال آینده آقای احمدی نژاد میخواد چه کار بکنه. از جمله تاکید کرد که در مسئله شغل و مسائل اقتصادی و عدالت و مسئله مسکن توجه ویژه‌ای خواهد شد. تاکید بر مهرورزی که البته در گذشتم از شعارهای آقای احمدی نژاد بوده و اینکه از همه دعوت میکنم بیان برای همدلی، همکاری، رقابت‌های انتخاباتی تموم شده، حالا بیایم با هم همکاری بکنیم. و در ضمن گفته صادق عذر میخوام قبل از اینکه اجازه بده گوش کنیم بیشتر به صحبت‌های آقای احمدی نژاد، بعد ادامه میدیم. بله. وارد مسائل جهانی بشیم. من میخوام اینجا عرض بکنم ساختن ایران و حضور مؤثر در عرصه‌های جهانی لازم و ملزوم همن، با همن، تفکیک ناپذیرن. بدون حضور مؤثر در مناسبات جهانی و در مدیریت جهانی ایران رو نمیتونیم بسازیم، چرا که اجازه نخواهند داد. تا وقتی که یه عده قلیلی خودشون قانون مینویسن، خودشون معیار تعیین میکنن، خودشون ناظرن، خودشون قاضیان، برای ملت‌هایی مثل ما جایی برای پیشرفت نیست. ما همیشه بازنده ایم، همیشه باید دست دوم باقی بمونیم. شما نگاه کنید، اونها قانون دموکراسی رو خودشون نوشتن، معیار رو هم خودشون تعیین میکنن، خودشون ناظرن، خودشون قاضیان. هر جایی رو بخوان میگن دموکراسی هست، هر جا بخوان میگن نیست. دیکتاتورترین حکومت ها رو تعامل میکنن میگن دموکراسی است، آزادترین حکومت ها رو که با اونها مخالفن میگن دموکراسی نیست. در اقتصاد هم دیدیم همه چیز دست خودشون بود. ساختارها و قوانین و معیارها رو به گونه‌ای نوشته بودن که منافع اقتصاد جهانی در جیب اونها، تورم و کسری‌ها و مشکلات اونها توزیع بشه در سراسر جهان. تا یک دولتی، تا یک ملتی با سیاست اونها مخالفت میکنه، بلافاصله ریسکشو میبرن بالا، بیمه ها رو میبرن بالا، مناسبات جهانی اقتصاد رو علیهش به کار میگیرن. خب اونها اینطوری هستن. اگر ما در اصلاح مناسبات جهانی وارد نشویم اجازه نمیدهند که ما ایران رو بسازیم. دیدید در مسئله هسته‌ای اونها میخواستن تا عمق ملت ما نفوذ کنند و همه اختیارات ملت ما رو سلب بکنند. ما باید در مدیریت جهانی حضور فعال داشته باشیم، حضور فعال در مدیریت جهانی. محمود احمدی نژاد که در تلویزیون دولتی ایران در حال حاضر سخنرانی میکنه. همکارم صادق صبا اینجا با منه. صادق، الان آقای احمدی نژاد در واقع داشتن راجع به مسائل سیاسی اقتصادی جهانی صحبت میکنن و اینکه اونها چطور با قوانین و مقررات و تعابیر خودشون ما رو محک میزنند. درسته. ببینید یکی از تم‌هایی که آقای احمدی نژاد در 4 سال گذشته هم البته بهش خیلی اشاره می‌کرد این که ما در مورد ایران در مدیریت موفق بودیم، کارایی کردیم، حالا باید مدیریت جهانی بکنیم و در سطح جهان اصلاحات ایجاد بکنیم. از این اظهارات همین الان که شنیدیم هم اینطوری برمی اومد که در دنیای مقررات و نظم جهانی وجود داره که ناعادلانه است و ما برای اینکه بتونیم جایگاه خودمون رو در دنیا به عنوان ایران تضمین بکنیم
و تثبیت بکنیم باید اون نظم رو به هم بزنیم، یعنی مدیریت جهانی بکنیم که البته در طول مبارزات انتخاباتی هم ما دیدیم که خیلی از آقای احمدی نژاد ایراد میگرفتن که آقا شما فعلا به مملکت ایران برسید، اینجا رو وضع درست کنید، مدیریت جهانی باشه برای بعدا، مثلا از چیزایی که آقای کروبی به خصوص خیلی درش تاکید داشت. ولی آقای احمدی نژاد فکر میکنه به هر حال بعد از این انتخابات حالا باید مدیریت اون بخش مدیریت جهانی کارهای خودش رو افزوده بکنه. ولی در مورد مسائل داخلی چیز دیگری هم که ایشون میگفت شاید خبر خوشی برای همکاران کابینش نباشه، گفت که خیلی‌ها دارن کاراشون رو خوب انجام نمیدن در وزارتخونه ها و ممکنه تغییرات گسترده ایجاد بکنه و گفته که به هیچ نوع توصیه توجه نخواهد کرد و خودش آرایش جدید تصمیم میگیره مدیران جدیدش کی باشه. و در ضمن تاکید کرد که با پلیسی کردن حوزه فرهنگ مخالفه. اول انتقاد کرد از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خصوص در زمینه هنر و فرهنگ و بعد گفت که با فرهنگی کردن با امنیتی کردن و پلیسی کردن و حوزه فرهنگ مخالفه. شاید اشارش به برخوردهایی باشه که در سالهای اخیر در مورد قضیه حجاب صورت می‌گرفته که با استفاده از زور میگفت که من توصیه کردم اون موقع، تذکرم دادم هم به وزارت ارشاد هم به وزارت کشور. حالا با توجه به همه اینهایی که گفتیم، البته آقای احمدی نژاد صحبتاش ادامه داره هنوز در تلویزیون، اما با توجه به اینهایی که الان میدونیم از صحبتاش، آیا علائم و شواهدی میبینید شما که میتونید که ممکنه شاهد یک تغییرات عمده‌ای در 4 سال آینده باشیم؟ از اظهارات خود ایشون هم برمی اومد که حداقل در سطح کابینه تغییراتی خواهد داد و بعدش به هر حال در طول مبارزات انتخاباتی خیلی از ضعف‌های دولت آقای احمدی نژاد و آقای موسوی، آقای کروبی آشکار کردن و آقای رضایی. شاید ایشون در اون موقع قبول نداشتن، ولی خب حتما میدونه مشکلات بزرگی وجود داره در مدیریت کشور. شاید بخواد بعضی از اونها رو برطرف بکنه، ولی خیلی چیزای اساسی تر هست که شاید آقای احمدی نژاد براش مهم نباشه که حل بکنه، مثلا چگونگی تعامل با کشورهای خارجی. دیگران معتقد بودن ما باید با اونا همکاری بکنیم. آقای احمدی نژاد بیشتر به نظر میاد که میخواد بگوید همین است و شما خارجی ها چه دلتون بخواد چه نخواد ما این هستیم. از حرفای امروزش هم تا حدی اینطوری برمیاد. یه نکته دیگه هم که تو حرفای قسمت اول آقای احمدی نژاد بود در مورد این 13-14 میلیون نفریه که به گفته ایشون رأی دادن به آقای موسوی. طوری از این عده حرف میزد که این عده خب حق دارن ناراضی باشن. میگه اصلا اون 40 میلیون نفرم رأی دادن ممکن ناراضی باشن. گفته منم 4 سال پیش جز ناراضی ها بودم. یعنی به یک عبارتی میخواد بگه چیز عادیه، میخواد بگه خب هر کسی میتونه انتقاد بکنه و اینا، ولی من فکر کنم اینجور حرف زدن اون 13-14 میلیون راضی بکنه، چون اونها انتقاداتشون از حکومت از آقای احمدی نژاد خیلی عمیق‌تر از اینه که آقای احمدی نژاد بخواد با این جملات خیلی کوتاه ازشون بگذره. متشکرم صادق، همکارم صادق صبا.